سلام دوستان، محمد حسین آهنی هستم با جلسه سوم استراتژی زبان چارت یا LOC در خدمتتونم. میتونم بگم که این جلسه شاید مهمترین جلسه در این چند جلسه هست و شاید تا پایان دوره این میشه گفت یک جلسه فوق مهمه. چرا؟ چون زیربنای زبان چارت رو میخوام بیان کنم. اول همه از تایم فریم شروع کنیم و بعد بیایم به سمت در حقیقت کاری که ازتون میخوام انجام بدید. ببینید بچه ها، ما معمولاً برای اینکه بتونیم روند رو متوجه بشیم میایم توی تایم فریم بالاتر. مثلا میام توی تایم فریم دیلی، اینجا رو بررسی میکنم، میبینم که خب قیمت به چه شکلی میخواد حرکت کنه. یک جلسه یا چند جلسه ممکنه در مورد مارکت استراکچر بخوام براتون صحبت کنم که این نیاز داره یه مقدار بریم جلو تا بعد بیان کنم و خب بحث مهمی هم هست. بذارید ببینم من از ریپلی چارتیکس میتونم استفاده کنم و یا خیر. 10 ببینیم این ریپلی اینجا. خب بله، اتفاق جالبی افتاد. بریم حالا دیلی رو ببینیم چه طرحی به ما میدهد. ساعت خب اونچنان که من میخوام این نمایشی که میخوایم نمیده. نخیر، حالا من خروج رو بزنم هیچ اتفاق نمیفته. خب حالا فیلم ها رو سعی میکنم با اکانت خودم تو تریدینگ ویو بگیرم، ولی حالا این بحث رو ببریم جلو. توی مارکت استرکچر خیلی به کارمون میاد. این ریپلیش هنوز آنقدر جذاب نیست. من موقعی که میخوام تحلیلم رو آغاز کنم میام بررسی میکنم توی تایم فریم دیلی، ببینم چه چیزی دارم، حرکت به چه سمتی قراره انجام شه. یه ایده خیلی کلی میگیرم. همینطور توی 4 ساعت. بچه یه نکته ای هم همینجا بگم، موقعی که من دارم تایم فریم رو میارم پایین تر، زمانیه که ایده تایم بالاترم رو پیدا نکردم، به خاطر همین میام پایین تر. 1 ساعت، 30 دقیقه، 15 دقیقه، 5 دقیقه و 1 دقیقه. کم کم به اینجا خواهید رسید که مثلا فرض کنید من دیلی رو نگاه میکنم، یه ایده کلی میگیرم، میام توی نیم ساعت و حالا اون زون هایی که الان میخوام براتون شرح بدم رو میکشم و توی 1 دقیقه به معامله میپردازم. این یک تکنیک خیلی خیلی کلی. پس شد دیلی ایده میگیرم، 30 دقیقه زون میکشم و توی 1 دقیقه معامله انجام میدم. یا توی 5 دقیقه هم دوستان میتونن معامله گری رو داشته باشن. حالا ببینیم این زون ها در حقیقت چطوری کشیده میشه. من میام از تایم 1 دقیقه استفاده میکنم، یک مقدار نمودار رو بزرگ میکنم. ببینید بچه ها، قیمت دنبال این بیس ها میگرده. این بیس ها چه خصوصیتی برای ما دارن؟ این بیس ها به ما میگن که اینجا بازار تصمیمشو نگرفته. من باید بیام این فضا رو مشخص کنم. خب به صورت خیلی کلی ما میمدیم کل اینو میگرفتیم دیگه، از بالا تا پایین. تایمم هم 1 دقیقه است. تمپلیتم رو بزنم روی 1 دقیقه. ببینید بچه ها، توی تکنیک LOC من دیگه از شادوها استفاده نمی کنم. میام فقط بادی رو میگیرم،
فقط چیکار میکنم؟ بادی رو میگیرم. دقت کنید 1 دقیقه هستم، ایده گرفتم، ایده سعودی، یعنی دنبال بای هستم. اینجا رو ببینید قیمت میرسه، یه شکست انجام میده تو مرحله. یه نکته ای هم که خیلی مهمه اینه که بچه‌ها ما توی این تکنیک و توی این استراتژی وسط یک کندل ورود نمی کنیم، اجازه میدیم کندل کاملا بسته بشود بعد ورود میکنیم. خب تو وهله اول این کندل برای من کندل ارزشمندی. خب حالا که رسیدم به اینجا ما باید در مورد کندل ها یه بحثی رو مطرح بکنیم. ببینید من بیام یک کندلی رو اینجا بکشم و این هم فرض کنید شادوش. این یه ایندیسیژنه. خب قیمت اهمیتی برای ما ندارد، یعنی نه بایر قدرت داره نه سلر، منتظریم یه اوردر ورود بکنه. به رنگش هم بچه فعلا توجه نکنید. اگر یه همچین کندلی من ببینم این نشون میده قدرت دست خریدار است یا دست فروشنده. اگر این کندل را ببینم به شرطی که در مسیری باشد، مثل اینجا این قدرت دست الان روی این کندل، مثلا فرض کنید این کندل مثبت ماست دیگه، اینجا من مجبورم مثلا کندل رو سبز کنیم که بگیم که روند سعودی است. این یعنی قدرت کامل دست خریداره. اگر از یه سطح آغاز شود یعنی این که همراهش یه اوردری گذاشته شده، یه نقدینگی وارد شده است. پس من اینجا میتونم یک ورود و یک خرید رو داشته باشم. یعنی اگر من اینجا خریدم بکنم SL رو بذارم اینجا، حد اقلی که میتونم بگیرم معادله 1:1 است. بعد این الان اینجا شد 1:1. بعد حالا ببینید من تو 1 دقیقه دارم ورود میکنم. خب چند تا موقعیت این شکلی میتونم پیدا کنم. خب حالا بذارید کندلمون تمام شود. اگر من کندلی داشته باشم که بچه ها بادی بالا باشد، کندلی داشته باشم این شکلی، یعنی اینجام ایندیسیژن داره شکل میگیره اما قیمت داره ارزشمند میشه. قیمت بچه ها از این پایین، قیمت از این پایین تا این بالا در حال حرکته، یعنی فاصله اینجا تا اینجا. یعنی من اگه این دوتا رو ترسیم کنم ببینیم که اینجا مومنت حرکتی قیمت. خب اگر بادی بالا باشد این نشان دهنده اینه که قیمت داره ارزشمند میشه. یعنی باز چی؟ اگر من این رو پایین یک روند نزولی ببینم احتمال میدم، بچه از لغت احتمال دارم استفاده میکنم، قیمت میخواد برگرده و صعودی شود. 1. حالا اگر این بادی پایین باشد یعنی قیمت گران است و خیلی علاقمند به خریدش مردم نیستن. اگر بالای یک روند صعودی این رو ببینم احتمال ریزش قیمت رو میتونم
داشته باشم. پس این یه نکته فوق‌العاده کاربردی تو مبحث کندل هاست دیگه. پین بار رو نمیدونم هنگینگ من و اینها رو با این اسما نمیخواد یاد بگیرید. میخوام فلسفه و مفهوم کندل ها رو متوجه بشید. این یه بحث بسیار بسیار مهم. خب بچه ها ببینید اینجا محل اوردر گذاری بوده است، اوردر بای بوده است، قیمت بهش رسیده، پرواز کرده. چرا؟ چون هم روند سعودی بوده هم اوردر خرید بوده، به خاطر همین هایپ شده، قیمت رفته بالا. خب روند سعودی است. یک بیسی من اینجا پیدا کردم که گفتم بادی ها رو مشخص میکنیم. این 2. 3 قیمت وقتی برمیگرده اینجا ادامه اوردر بای هست. یعنی من میتونم چیکار کنم؟ من میتونم اینجا بای دومم رو بگیرم و اینجام دوباره اگه 1:1 هم بخوام بگیرم 28 پیپم اینجا برای من دارد. پس ببینید من تو 1 دقیقه هم میتونم این کار رو انجام بدم. به خاطر اینکه فیلم طولانی نشه بخش سوم رو، قسمت دومش رو توی یک فیلم دیگه، یعنی تو فیلم بعدی ارائه میدم. همراه من باشید.